استقلال دولتی نعمت و دستاوردی بزرگترین می باشد که تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بنیاد دولتداری نوین ملی اساس گذاشت. مردم شریف کشورمان را متحد و سرجم ساخته با برقرار شدن صلح و ثبات و وحدت ملی زمینه قوی گذاشت. استقلال دولتی همچون رمز صاحب دولتی باید مایه افتخار هر یک شهروند وطن محبوبمان باشد. در این باره پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مورد تاکید نمودند. استقلال و آزادی برای ما رمز واقعی افتخار از وطن و وطنداری، بزرگترین امکانیت دولت سازی و دولتداری مستقل، الهام بخش عزم و تلاش های سازنده به خاطر تامین نمودن رشد دولت، آبادی وطن، زندگی آسایشته مردم تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی هر یک عائله کشور می باشد. در کاخ فرهنگ شهر پنجکند با مناسبت 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جمع آمد تنتنوی با شکوه برگزار گردید. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری قابلجان خوشوقت‌زاده از نام حکومت جمهوری تاجیکستان مردم سربلند پنجکند باستانی را به افتخار 33 سالگی استقلال دولتی تبریک نمود. تشکر زیاد هموطنان عزیز، ساکنان شریف و سربلندی شهر پنجکند، جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را که رمز هویت ملی و آزادی و شکوفایی کشور ما است، با احساس صداقت و محبت بی‌پایان از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به همه شما صمیمانه مبارکباد میگویم. راه 33 ساله سازنده، پرافتخار و موفقانه کشور که از سیاست استقلال خواهانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منشأ میگیرد، برای هر یک فرد وطن دوست و زحمت پیشه تاجیکستان عزیز و ارزشمند باقی میماند. آزادی و استقلال برای هر ملت دستاورد مقدس به شمار می رود. از این رو
این جشن مقدس و فرخنده برای مردم سربلند ما نه تنها یک روز تقویمی بلکه نشان ارجگذاری عمیق و صمیمی به بزرگان و قهرمانان ملت ما است که برای آزادی و استقلال، برای حقوق مستقلانه معین نمودن سرنوشت خلق تاجیک مبارزه بردند. هزاران شکر ما امروز دولت صاحب استقلال خود را داریم که آن تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با عزم و تلاش مردم وطن دوست و زحمتکش کشور از آن جمله ساکنان شهر پنجکین به آینده با سعادت و شکوفان با قدم‌های با اعتماد راهنمون میباشد. در دوام 33 سال صاحب استقلالی کشور ما مسیر دشوار ولی عبرت بخش و بزرگ را با پیروزی‌های پی در پی سپری نمود. در این دوره اقتصاد وطنی نوسازی شده، افزایش مجموع محصولات داخلی کشور همساله تا حجم 8.3% زیاد گردیده سال 2023 به بیش از 130 میلیارد سومانی رسانیده شد که در این زمینه درجه نیکوحوالی شهروندانمان را نیز به مراتب بهتر گردانید. ما در آستانه مرحله نوی ترقیات می باشیم و این مرحله نه تنها امکانیت های نو بلکه وظیفه های جدی را نیز به میان می گذارد. وضعیت اقتصادی جهان، تغییر یافتن حالت ژئوپلیتیکی و افزایش رقابت ها ما را وادار می سازد که در اساس تحلیل عمیق وضعیت و درک روشنی اهمیت اتحاد و سرجمی هویت و تفکر ملی را تقویت دهیم. بنیاد دولت متمدن رشد کرده با ثبات و استوار و تشکل و رشد مدنیت و شعور سیاسی جامعه علاقمندی زیج دارد، زیرا چگونه شکل گرفتن تمام مناسبت ها در بین یک قطار جامعه به سطح فهمیش یا خود شعور سیاسی باشندگان آن وابسته است تا اینکه آنها مخصوصا نسل نورس و جوان با راه زشتی تروریسم، خرافات و تعصب دینی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی نروند. در رابطه با این چند روز پیش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در تجلیل روز دانش تاکید نمودند که محض به همین خاطر ما 3 قانون ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره تربیت و تندرستی شهروندان را قبول کردیم که مردمان را از خوف و خطرهای زمان معاصر امین نگاه داریم تا آنها دیگر باره به دام فریب خائنان وطن و ملت گرفتار نشوند. به این معنی استقلال دولتی نه تنها یک واقعیت سیاسی بلکه عهدهداری معنوی نسل‌های امروز و آینده است. ما باید به نسل آینده نه تنها مملکت آزاد بلکه کشوری توانایی شکوفانی را به میراث گذاریم که برای حل مسائل مرکب و فتح قله‌های نوی ترقیاتی قادر باشد. این است که امروز در جهان کشور ما را تشبثکار در حل مسائل گلوبالی و تاثیرگذار در تنظیم روندهای سیاسی منطقه می‌شناسند. تاجیکستان در عرصه جهان قدم‌های استواری را گذاشته با پیشبرد سیاست منطقی و پیشنهادهای سازنده‌اش موقع خود را نیرومندتر نمود و در آینده نیز با قدم‌های استوارتر در پهنای عالم نقش‌آفرینی خواهد کرد. هموطنان عزیز، سرنوشت تاریخی کشور و ملت‌ها گواه بر آن است که اگر به دست آوردن استقلال دولتی مشکل باشد، حفظ و تحکیم آن به مراتب کاری مشکلتر و سنگینتر است.
امروزها ما این را در مثال یک قطار دولت‌ها که استقلال آنها زیر خوف و خطر مانده است مشاهده کرده ایستاده ایم. ملت تاجیک خوشبخت از آن است که 33 سال قبل از این صاحب دولتی مستقل خود گشته استقلال دولتی خیش را تحت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باز هم استوار ساخته با قدم‌های با اعتماد به سوی آینده درخشان روانه است. بار دیگر همه شما ساکنان سربلند و زحمت‌قرین شهر پنجکن را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما تندرستی، خانه آباد، اقبال نیک، سعادت روزگار و برار کار را خواهانم. بگذار در دلهای ما همیشه آتش مهر وطن فروزان باشد. شهر پنجکن و در عموم تاجیکستان عزیزمان باز هم رشد و ترقی کند و گل شکوفان گردد. عید استقلال دولتی مبارک هموطنان عزیز. سلامت سربلند. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت رئیس اتفاقهای کسبی ولایت شریف‌الله عبدالله‌زاده پیام تبریکی معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده را قرائت نمود. ساکنان سربلند ولایت را با فرارسی جشن مقدس و بزرگ ملی 33 سالگی روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صدقاً تبریک و تهنیت گفته به همگان تن صحت و خاطر جمع، روزگار پرفیض و برکت، سعادت خانوادگی و دستاوردهای بی‌نظیر آرزو می‌نمایم. استقلال دولتی نعمت و دستاورد بزرگترین می باشد که تحت سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به بنیاد دولتداری نوین ملی اساس گذاشت. مردم شریف کشورمان را متحد و سرجم ساخته و برقرار شدن صلح و ثبات و وحدت ملی زمینه قوی گذاشت. اگر به تاریخ نچندان طولانی رشد کشور عزیزمان توجه نماییم، نوابسته از محرومیت دشواری‌های زیادی سالهای اول صاحب استقلالی که بر اثر فتنه و دسیسه بدخواهانه داخلی و خارجی ملت و عمل آمده است، تاجیکستان به جنگ تحمیلی شهروندی خاتمه بخشیده راه رشد استوار را پیش گرفت. از این لحاظ استقلال دولتی همچون یک رمزی مایه افتخار هر یک شهروند وطن محبوب آن می باشد. در این باره پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به مورد تاکید نمودند. استقلال و آزادی برای ما رمزی واقعی افتخار از وطن و وطنداری، بزرگترین امکانات دولت سازی و دولتداری مستقل، الهام بخش عزم و تلاش های سازنده به خاطر تامین نمودن رشد دولت، آبادی وطن، زندگی آسایشته مردم تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی هر یک عائله کشور می باشد. ساکنان سربلند ولایت سوخت در قطار تمام مردم شرفمند کشور سیاست سازنده و خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را در سمت باز هم بیشتر تقویت بخشیدن اقتدار استحصالی، سیاسی و اجتماعی کشور گرامی داشت و حفظ و حمایت ارزش‌ها و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی در عمل تطبیق کردن هدف‌های استراتژیکی همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند و برای رشد و شکوفایی وطن عزیزمان تلاش می‌ورزند. ما افتخار از آن می‌کنیم که در دوران صاحب استقلالی محض در نتیجه سیاست موفقانه و دورنگرانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در کشور عزیزمان هزارها کیلومتر راه و شاهراه و پلها طبق معیارهای بین‌المللی بنیاد شده تاجیکستان به قلمرو واحد و کشور ترانزیتی تبدیل یافته.
کار در انشاءات‌های بزرگ عصر، نیروگاه برقی آبی راغون با مرام ادامه دارد. صنعت کنونی با صورت کشور هدف استراتژی ملی اعلان و تاجیکستان در عرصه بین‌المللی به صفت دولت تشبثکار و پیشرفت در حل مشکلات گلوبالی وابسته با آب و اقلیم اعتراف گردیده است. اطمینان کامل دارم که مردم ولایت با احساس بلند و درک ماهیت استقلال و آزادی، صلح و وحدت، وطن و وطنداری و خودشناسی و خودآگاهی ملی در حفظ و گرامی داشت ارزش‌های بالای استقلال وطن سهم ارزشمند گذاشتند. برای به دستاوردهای ارزنده استقبال گرفتن سند فرخنده تاریخی ملت، 30 سالگی قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان عزم و تلاش می‌نمایند. جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک همدیارانی. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق مردم سربلند پنجکند باستانی را از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به مناسبت 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده درباره دستاوردها و دیگرگونی‌های عظیمی که در دوران استقلال در شهر باستانی‌مان به وقوع پیوستند سخن کرد. حاضرین گرامی، ساکنان پنجکند باستانی در قطار مردم کشور با شکرگزاری از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گرامی ترین و پرارزش ترین جشن تاریخی و فرخنده ملی 33 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند تجلیل می‌نمایند. در این لحظه‌های فرح بخش همه شما حاضرین گرامی و مردم شرفمند و بنیادکار پنجکند باستانی را با جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته برایتان سلامتی، حیات آرام و آسایشته، صلح و ثبات پایدار و زندگی خوش و با سعادت آرزومندم. همدیاران عزیز، استقلال دولتی برای مردم کشور عزیز ما گرامی ترین و با ارزش ترین جشن است و آن امکان داد که ما خود را چون ملت تمدن آفر دارای فرهنگ والا معرفی نموده با تشبث و اقدامات نجیب جهت حل مسائل عمومی بشری آبرو و اعتبار ملت خود را بالا بریم. مردم شریف پنجکند باستانی در این مرحله تاریخی زیر هدایت‌های همیشگی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کار و فعالیت کرده برای بهداشت ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تلاش می‌ورزند و در سالهای استقلال با دستاوردهای نظررس نیز نائل گشتند. بنیاد نخبه‌های استقلال، شهرستان، شاهراه دوشنبه چناخت و شاخه آن عینی پنجکند تا به سرحد جمهوری ازبکستان، کشیدن خط بلند شدت جنوب شمال و عینی پنجکند، ساختمان پایگاه مقتدر برقی، افتتاح کارخانه‌های عظیم استخراج و کارکرد معدن طلا و مس از دستاوردهای بزرگ زمان استقلال است که در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه فقط پنجکند بلکه وادی زرافشان تغییرات‌های کلی به میان آورد. در دوره صاحب استقلالی کشور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم پیشوای معظم ملت و جلب سرمایه داخلی و خارجی در شهر ده‌ها کارخانه و کارگاه‌های نوی استحصالی ساخته به استفاده داده شدند که در آنها هزاران ساکنان شهر و دیهات به جای کار تأمین شدند. اینچنین برای ساختمان و تعمیر و مجهز نمودن مؤسسه‌های تعلیمی، بنیاد و تجدید راه‌های اتومبیلگرد، کم کردن تلفات نیروی برق، دستگیری خواجگی‌های دیخانی ساحل بندی و پیشگیری از آفت‌های طبیعی تدبیرهای سودمند انجام داده شده است. در زمان صاحب استقلالی کشورمان در شهر پنجکند با پشتیبانی و مبلغ‌گذاری منتظم حکومت مملکت، مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سو و شهر پنجکند کمک و دستگیری‌های خیرخواهانه صاحبکاران چندین بینای مکتب نو و صدها
سیمخانه ایلوگی ساخته به استفاده داده شدند و امروز نیز این اقدام با مرام ادامه دارد. در این روند در شهر پنجکین با سرمایه گذاری و منبع‌های گوناگون دوام 33 سال استقلال کشورمان بیش از 50 بینای نوی مؤسسه تعلیمی و 159 سیمخانه ایلوگی برای بیش از 30,000 نفر جای نشست در دو بست ساخته به استفاده داده شد. سال به سال به ساحه معارفی شهر مبلغ‌گذاری از بودجت محلی افزایش یافته. تنها در سال 2022-2023 و این مدت سال 2024 9 مؤسسه نوی تعلیمی برای تحصیل 5963 نفر خواننده و 95 سیمخانه ایلوگی با 2200 جای نشست در یک بست ساخته به استفاده داده شد. در دوره صاحب استقلالی 544 نفر خبرگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر با به دست آوردن کوتای پرزیدنتی به مؤسسه تحصیلات عالی قبول شده آنها را با موافقت ختم کردند و امروز در ساحه گوناگون خوجایی خلق فعالیت کرده شدند. در دوران صاحب استقلالی زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه طبی شهر سال به سال بهتر می شود. دلیل بارز آن بنیاد بینای نوی بیمارخانه مرکزی شهر، بینای تولدخانه شهر با اشتراک پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان به استفاده دادن آن می باشد. در مجموع طول سالهای استقلال در شهر و دیهات همون 61 مرکز سلامتی و بنگاه طبی ساخته به استفاده داده شدند. عرفه جشن 33 سالگی استقلال دولتی به استفاده دادن بیمارخانه منطقوی چهارباغ با 20 کت و با دستگیری مقامات اجرایی محلی و کانون دولتی شهر و سرمایه‌گذاری ساکنان با همت این دیه ساخته شد که نیز از رویدادهای مهم در ساحه تندرستی می باشد. حالا با مبلغ‌گذاری بودجت ولایتی ساختمان بیمارخانه منطقوی دیه گوسر با ذخیره 120 کت ادامه دارد. دستاورد بزرگ ما در زمان صاحب استقلال به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شدن یادگاری تاریخی سراسب، پنجکینت قدیم، مقبره خواجه محمد بشارا، نظام آبیاری فرمتن، قلعه های سنجرشاه و تل خمتوده است که تاریخ شکوهمند ملت تاجیک را در عرصه جهانی معرفی می نمایند. تجلیل گرامی داشت 1150 سالگی بزرگداشت آدم و شوهرا ابا عبدالله رودکی در سال 2008 و 5500 سالگی سرزم باستانی در سال 2020. تجلیل جشن بین المللی نوروز در سالهای 2018 و 2022 که با ابتکار و تشریف مبارک پیشوای معظم ملت در شهر پنجکین صورت گرفتند، در شناخت فرهنگ و تمدن دیرین و معرفی تاریخ پرغناوت این دیار نقش مهم بازی دارند. حاضرین گرامی، سفرهای کاری اساسگذار اصلاح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به شهر پنجکین با ما و شما وظیفه‌هایی را گذاشتند که اجرای آن از ما مسئولیت بلند را تقاضا می‌کند. این تشریفات و سفرهای کاری سپارش و وظیفه‌هایی که گذاشته شدند به وسعت روند کارهای بنیادکاری و سازندگی به افتخار جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان تکان جدی بخشیدند. حاضرین گرامی، در شهر پنجکین به استقبال سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 1000 انشاءات به نقشه گرفته شده است و تا امروز بعد از انشاءاتی که ما استفاده دادیم تا دیروزه زیاده از 500 انشاءات جشنی ساخته به استفاده داده شدند. در عرفه تجلیل جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 10 انشاءات جشنی با تأسیس بیش از 50 جای کاری مورد استفاده قرار داده شدند که سیمای شهر ما را باز هم زیباتر گردانیده امکانات اقتصادی و اجتماعی آن را توسعه می‌بخشند. اقدام بزرگ سازندگی و بنیادکاری که در تاجیکستان عزیز ما در دوران استقلال دولتی عملی گردیدند، البته به شرافت سیاست دوراندیشانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان و زحمت صادقانه مردم وطن دوست و سربلند و صاحب خرد و صاحب احترام کشور صورت گرفتند. به خاطر حفظ این نعمت بی‌بهای تاریخی یعنی استقلال، صلح و ثبات، وحدت ملی و باز هم بهتر نمودن سطح و صفت زندگی خلق عزیزمان، هر یک ما وظیفه داریم که من بعد نیز تمام دانش و تجربه و سعی و کوشش خود را در این جاده سفربر سازیم و با زحمت صادقانه خود وطنمان را باز هم آباد و زیبا و دولت صاحب اختیارمان را پیشرفت و مقتدر گردانیم. بر حق فضای آرام و آسوده امروزه مملکت
و اعتراف تاجیکستان به حیث کشور امن و آسایش دنیا با جانثاری، جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری فرزندان صادق وطن تحت سروری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان به دست آمده است و حمایه آن امروز همچون وظیفه مسئولیتناک و با شرف به ذمه ما واگذار شده است. وضع ناآرام جهانی امروزه از هر یک ما احساس گرمی وطن دوستی، صداقت به وطن، دولت و ملت، افتخار وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید و ما وظیفه داریم که بهر حمایه استقلال و آزادی که نعمت بزرگترین زندگی امان به حساب می رود همیشه آماده، متحد و سرجم و زیرک و هوشیار باشیم. وطن خود را مثل مادرمان و برابر جانمان دوست داریم. تمام کوشش و غیرت و قوت و امکانات خود را به خاطر آبادی آن سفربر نماییم. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر همه شما حاضرین ارجمند و تمام ساکنان سربلند شهر پنجکند باستانی را با مناسبت 33مین سالگرد استقلال دولتی امان صمیمانه تبریک گفته برایتان سلامتی، خانه آباد و برار و کامیابی تمنا میکنم. جشن استقلال دولتی مبارک همداران عزیز. بخش رسمی چاره‌بینی تنتنوی را بخشیده به 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان حسنی انجام بخشیم. در این لحظه های تاریخی برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگی شهر پنجکند را بخشیده به 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. هموطنان عزیز، همه شما و همدیاران برون مرزیمان را به افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. این رویداد بزرگ در تاریخ بیش از 6000 ساله ملت تاجیک و سرنوشت مردم ما گردش کلی با وجود آورده. با شرافت آن ما صاحب دولت صاحب اختیار گردیدیم. استقلال و آزادی برای ما رمز واقعی افتخار از وطن و وطنداری، بزرگترین امکانیت دولت سازی و دولتداری مستقل، الهام بخش
عزم و تلاش‌های سازنده به خاطر تأمین نمودن رشد دولت، آبادی وطن، زندگی آسایشته مردم تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی هر یک عائله کشور می باشد. جشن مقدس و بزرگ استقلال دولتی را به مردم سربلند تاجیکستان و هموطنان برون مرزی صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان کشور فرح و شادمانی، روزگار آسوده و اقبال نیک آرزو می نمایم. جشن استقلال و آزادی مبارک باشد هموطنان عزیز. ای خاک توده ها، ای پرنشان نشانه نابودی بوده ها، وامانده چون وسارت تاریخ مخزنی از هر دروده یا از سروده یا از ستوده یا از ربوده. ای خاک توده ها، سرمنزلی فراغت و عیش گذشته ها و اندر غبار زار قدر دخمه گشته ها، نقشی صحوف قسمتی بس پرترانه را، پرماجرا پیامد دور و زمانه را، از واحه تمدن والای آریان، شهری سرازم خطه مشهور باستان، دیرین اساس میهن اجداد تاجیکان. ما دیده ایم صورت آن بی زوال ها، خوشقیل و قال ها در گوشوار و مهره صاحب جمال ها، زیبا غزال ها، انگشتری شهنشه عهدی کمال ها. ای خاک توده ها، ای مژده ها و حجت گویای سنگ بست، زاسار خیری سوق نژادان بی شکست، از معبدی مقدسی دارای پاک دست، نوروزگاهی مغنسبانی ضیا پرست. ای خاک توده ها، ای مهد خضر و مسکن و اورنگ زرد و هیشت، از فیض زرفشان به یقین بوده چون بهیشت، زیرا که با عنایت و احسان کردگار، گردیده اید معتبر اقبال روزگار. ای خاک توده ها، ای در حرم زمین بقا آرمیده ها، آغشته مسرت و غم صف کشیده ها، از خویشتن بریده و ما در رسیده ها، نادیده های ما زفری سوخت دیده ها. خیزید وقتی گفت و شنفتی شما رسید، از ناپدید زاویه ها سر برآورید. حالا که گشته است وطن صاحب اختیار، باید شوید از ته گلخانه رستگار. خیزید کیمیاگری اصل و نسب شوید، دستی کلیم گفته حقیقت طلب شوید. آخر شما نه خاک قبور در سرازم، بل قصرها و مأمن صدها هزار بزم. خیزید از تمدن سعودی صدا کنید، تاریخ نامه نوی تاجیک وا کنید، قانون خوشنوای کیان پرنوا کنید، در گوشهای ناشنوایان صلا کنید. تا بددلان ز کژنظری چشم برکشند، بر تاج و بر تمدن ما سجده آورند. با پیشوای اعظم و راد و درست عزم، ما با نشاط جشن بگیریمت ای سرازم. مولود 5,500 خجسته باد
و از بند قرنها همه راز تو رسته باد. روبرو با ظلمت دنیا من سفیر کشور خورشیدهایم، در فراز قله تاریخ شعله پیکاور امیدهایم. من علیه مشت دشمن سنگ خورایم، پای بر جا چون سمرقند و بخارایم، پای بر جا چون سرزمی عالم آرایم. خالی از خشم و ریایم، من ز اهل آریایم، روی لوح مرمری هستی شعارم. پنداری نیک است، گفتاری نیک است، رفتاری نیک است شعارم. قلبی من از جنس مینا، حکمتم از پند سینا، خاک عرفانی من از آثار عینی گشت بینا. حجتی بی‌مهر و خامش از برایم شاهنامه، من جهان را میکنم تسخیر با رنگ چکامم. خالی از خشم و ریایم، من ز اهل آریایم، روی لوح مرمری هستی شعارم. پنداری نیک است، گفتاری نیک است، رفتاری نیک است شعارم. روبرو با سرد دنیا من وکیل آفتابی نور بخشم، خون سنگینی خیانت را به میهن هیچگاه بر کسی اصلا نمی بخشم. من علیه آتشی خصمان دریایم، ساکت و سالار زیبا و بالایم. خالی از خشم و ریایم، من ز اهل آریایم، روی لوح مرمری هستی شعارم. پنداری نیک است، گفتاری نیک است، رفتاری نیک است شعارم. پنداری نیک است، گفتاری نیک است، رفتاری نیک است شعارم. امروز خلق تاجیکستان فرود میارم و میگویم تا که باشم برای ملتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. سوگند به نام پاک خدا.
سوگند به شیر سفید مادرم، سوگند به دعای نیکی پدر و مادران، سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان، سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیت تقدیر امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. با نام به عالم آورش خورد قسم، با شیر سفید مادرش خورد قسم، با هستی ننگ پرورش خورد قسم، با هر سری جان کشورش خورد قسم. بیدار شدیم تقدیر یک است، این قسم هر یکی ماست. بر خلق و وطن نشانه مهر و وفاست، بحری همه درد زندگی همچون دواست. زیرا که به شیر مادر و نام خداست. در این قسمیم، در این شکر ملت، شکر وطن، شکر استقلال تاجیک، شکر بخت و همسعادت، شکر اقبال تاجیک، شکر ملت، شکر وحدت، شکر استقلال تاجیک، شکر بخت و همسعادت، شکر اقبال تاجیک، شکر استقلال تاجیک. شکر استقلال تاجیک، همنواش و رشت و ختام، با حصار و همدرفشان، سوختم رازی بدخشان، هم دوشنبه گلستان، همنواش و رشت و ختام، با حصار و همدرفشان، سوختم رازی بدخشان،
بوی جای مریم آید همه بوی جای مریم آید همه
پرچمی ما پرفشان شد، ملتی ما شاد شد، با تلاشی سربری ما ملکی ما آباد شد. پرچمی ما پرفشان شد، ملتی ما شاد شد، با تلاشی سربری ما ملکی ما آباد شد. ملکی ما آباد شد. شکر استقلال کشور بارها با هم شدن، بارها با هم شدن. پیرو برنا اثری نو همدل و همدم شدن، همدل و همدم شدن. تاجیکانی تاج بر سر بعدی صدها در دورن، تاجیکانی تاج بر سر بعدی صدها در دورن. صلح و وحدت خواست جان زیر یک پرچم شدن، زیر یک پرچم شدن. صلح و وحدت خواست جان زیر یک پرچم شدن، زیر یک پرچم شدن. بلبلان در شهر شهر گل دختران رقصان شدن، طفلکان دوست رو مانند گل خندان شدن. بلبلان در شهر شهر گل دختران رقصان شدن، طفلکان دوست رو مانند گل خندان شدن، مانند گل خندان شدن. شکر استقلال کشور بارها با هم شدن، بارها با هم شدن. پیرو برنا اثری نو همدل و همدم شدن، همدل و همدم شدن. تاجیکانی تاج بر سر بعدی صدها در دورن، تاجیکانی تاج بر سر بعدی صدها در دورن. صلح و وحدت خواست جان زیر یک پرچم شدن، زیر یک پرچم شدن. صلح و وحدت خواست جان زیر یک پرچم شدن، زیر یک پرچم شدن. مادرم با دردی خود شام و صبا گپ می زدی، زیر لب گپ می زدی، با صد دعا گپ می زدی. گریه می کردی نهان در پشت دیواری علم، با علم از مرگ خویش و اقربا گپ می زدی.
از مرگ خویش اقربا غم زدی تازه کردی برای خود راهی آخرت رو به سوی آخرت با التجا گپ میزدی نیمه جان و نیمه تن میرفت سوی لامکان با مکانی آخرینت به صدا گم میزدی با مکانی آخرینت به صدا گم میزدی در تند خشکیده بود زوقی تپیش حالک باد با امید زندگی با زنده ها گپ میزدی شیر پاکت بود پازهری همه ناسورها باز هم از دردی به دوا گپ میزدی پیشی خود تا حال حیرانم که به لبهای خوش خود به خود گپ میزدی یا با خدا گپ میزدی خود به خود گپ میزدی یا با خدا گپ میزدی مادرم با دردی خود شام و صبا گپ میزدی
ذره ذره جمع را آوریده از هزاران پاره ملت آفریده روی جلدش نامی ملت شد جهانی تاجیکان را کرد نامی جاویدانی روی جلدش نامی ملت شد جهانی تاجیکان را کرد نامی جاویدانی قهرمانی تاجیکستان 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 خاشاش اوس مکردای چشماش سور مکردای خاشاش اوس مکردای چشماش سور مکردای زلفاش شو نکردای من دیوونه کردای زلفاش شو نکردای من دیوونه کردای
چشماش اوس مکردی چشماش سور مکردی خاشاش اوس مکردی چشماش سور مکردی زلفاش شو نکردی من دیوونه کردی زلفاش شو نکردی من دیوونه کردی شیرین 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 نازای دختر شیرین 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 دپای یارم شیرین 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 نازای دختر شیرین 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 دپای یارم شیرین
سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش‌های تخت سنگت زنده شهرتش عالمگیری با سرودی شش و کام و تار و چنگت زنده ناتمام بینان گویم کم زمینن تاجیکان با بزرگی دل و صحرای تنگت زنده تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش‌های تخت سنگت زنده پور از نوایی مرغکان با نوای و نغمه کبکی قشنگت زندان عاشقی آبی زلالی چشم سارانی تو با گیاه و سبزه های رنگ رنگت زندان تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش‌های تخت سنگت زنده فضای کلان با بلند پرواز و قابی تیز چنگت زندان ناتوان بینان گویم کم زمینم تاجیکان با بزرگی دل و صحرای تنگت زندان تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش‌های تخت سنگت زنده با همه آن نقش‌های تخت سنگت زنده با همه آن نقش‌های تخت سنگت زنده
سنگی و بود الماس و زر سبزش باشد ملایم بیسترم چهار مغزک نیست بر من سعدی را چهار مغزک نیست بر من سعدی را با فراغت من زی شرشر بگذرم خوشمی استقلال دارد کشورم حرکتی خاکش بود تاجی سرم جشنی استقلال دارد کشورم حرکتی خاکش بود تاجی سرم از بیشتی عقل میارم خبر نور میتابد به بالای سرم از بیشتی عقل میارم خبر نور میتابد به بالای سرم با دعای سروری آزادم با دعای سروری آزادم در فضا مانندی مرغم میپرم جشنی استقلال دارد کشورم حرکتی خاکش بود تاجی سرم جشنی استقلال دارد کشورم حرکتی خاکش بود تاجی سرم تاجیکستان وحدتیستان گشته است تاجیکستان وحدتیستان گشته است سوقی خلاقش بود بالو کرم سوقی خلاقش بود بالو کرم کشوری دایم بهاری پایداری کساری کشوری دایم بهاری پایداری کساری کردی و آوازداری سرخطی اوج براری کردی و آوازداری سرخطی اوج براری تاجیکستان 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 از بدخشانی تو نازن رشت و خطلانی تو نازن از بدخشانی تو نازن رشت و خطلانی تو نازن دور دورانی تو نازن از عرفشانی تو نازن دور دورانی تو نازن از عرفشانی تو نازن تاجیکستان 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 ای وطن جانی من هستی شمع ایمانی من هستی ای وطن جانی من هستی شمع ایمانی من هستی فیض انسانی من هستی پوری خانی من هستی فیض انسانی من هستی پوری خانی من هستی تاجیکستان 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 آه چو مایده 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 آه چو مایده 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 دلدار نرنجد گلشن از تو میرنجد دلدار نرنجد گلشن از تو میرنجد ای دوست بیا تا غمی فردا نخوره وین یک دم عمر را غنیمت شمره ای دوست بیا تا غمی فردا نخوره وین یک دم عمر را غنیمت شمره فردا که از این دایری کوهن در گذره با 7000 سالگان سر بسره فردا که از این دایری کوهن در گذره با 7000 سالگان سر بسره آه چو مایده 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 آه چو مایده 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 دلدار نرنجد گلشن از تو میرنجد دلدار نرنجد
این قافله عمر عجب میگذرد دریا دمه کی با طرف میگذرد این قافله عمر عجب میگذرد دریا دمه کی با طرف میگذرد ساقی غمی فردای قیامت چی خوری پیش آر پیاله رو که شب میگذرد ساقی غمی فردای قیامت چی خوری پیش آر پیاله رو که شب میگذرد آه چو میده 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 آه چو میده 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 دلدار نرنجد گلشن از تو میرنجد دلدار نرنجد گلشن از تو میرنجد جانم بلمندی همانی کوی درسن می kuygan bu faqirlarni yana yondirasizmi ey ofatijon yuziliga dovur shunday yurasanmi yosh boshingga sivay mana shunday yurasanmi ey mehri kulol ko'chasidan o'tmaganim kel voy 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 شاید که سنی tushimda ko'rsam kel o'rgulayin deb oyudursam dardingni olib g'amingni so'rsam dardu alamingda chiqdi jonim o'rtandi jismim ustixonim kel voy 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 yora نرگس پای نظاره شود دیده سراپا از بحر تماشا از شرم جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه شاه سودای تو دارم به سروام قعزرا تنها نه زلیخا سودای تو دارند به سروام قعزرا تنها نه زلیخا do'stlar hech kim mendek yordan ayrilmasin mehribon munis ushal dildordan ayrilmasin xonimon barbodir vasliga yetmay bergina mahramon mayusi yo'q bordan ayrilmasin do'stlar ko'rsanmasin hargiz judolik dardini dushmaniyam ham bo'lsa o'zim xording ayrilmasin do'stlar ko'rsanmasin hargiz judolik dardini dushmaniyam ham bo'lsa o'z g'amxording ayrilmasin dushmaniyam
هم بساز غم خوردین ayrılmasın رقصای تو زیبندد خالصی ها در بری رود لبکاد میخندد بردی دل و جانی مرا کردی بنده گرده چکن سنه برو مایده 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 گرده چکن سنه برو مایده 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 با خنده کشوی در دست دل عاشق مرا کنده نمایی با کیسی پای پرسی سراغ گردمی کرده چکن چنگ و بداخ گردم کرده چکن رقص بیکن رقصای تو زیبنده خالصی ها در بری رود لبکاد میخندد بردی دل و جان مرا کردی بنده کرده چکن سنه برو مایده 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 کرده چکن سنه برو مایده 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 در رقص برای بردیده و دیل ها عاشق دراری تا کیسی پای پرسی سراغ گردمی کرده چکن چنگ و بداخ گردم کرده چکن رقص بیکن رقصای تو زیبنده خالصی ها در بری رود لبکاد میخندد بردی دل و جان مرا کردی بنده کرده چکن سنه برو مایده 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 شکر وحدت شکر دولت شکر استقلال ما شکر نعمت‌های افزون شکر بر اقبال ما شکر بیداری ملت بیدار ما بخت بینگر می شتابد بحری استقبال ما جلوه پرچم ما استقلال فرحی هر دم ما استقلال مقصد و مطلب ما استقلال بهترین مکتب ما استقلال ما جوانان قلب بیداری وطن صف به صف هر روز در کار وطن ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ با
گلی ملکی دیگر خار وطن. با جوانان شادمانی میکنیم، قصه از فصل جوانی میکنیم. در دیاری که زی وحدت یافت ره، شکر بر لب زندگانی میکنیم. روی صحنه ستاره استراده تاجیک رستم عظیمی را دعوت میکنیم. مرحبا. وطن سر می شود از گهرانم، ز شیری پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن توارم که آن را ساختم دستان مادر. وطن ببوده و بهروزی ماست، وطن خوشنامه و فیروزی ماست. وطن دل جمعی و آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست. بود و نبودن بوده‌ای، همتار و پودن بوده‌ای، سمتی سجودن بوده‌ای. سجدگاهم ای وطن، سرچشمه نورم تویی، نزدیکم و دورم تویی، گواره و گورم تویی، پشت و پناهم ای وطن، ای سجدگاهم ای وطن. بانی غمهای تو با شعری من هم دست و هم پای تو با جانی من پر. بانی غمهای تو با شعری من هم دست و هم پای تو با. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری من، روحی من هم راهی فردای تو با. بود و نبودن بوده‌ای، همتار و پودن بوده‌ای، سمتی سجودن بوده‌ای. سجدگاهم ای وطن، سرچشمه نورم تویی، نزدیکم و دورم تویی، گواره و گورم تویی، پشت و پناهم ای وطن. با تو به دل خون میرسد، لیلی با مجنون میرسد، سرها به گردون میرسد ای شاهراهم ای وطن. با تو به دل خون میرسد، لیلی با مجنون میرسد، سرها به گردون میرسد ای شاهراهم ای وطن، ای سجدگاهم ای وطن. هزاران درود سالتون باشد. میهمان قدر، من صمیمانه هر یک شما رو خوش آمدید میگم و امروز 33 سالگی استقلالیت وطن عزیز را به یک شما تبریک میکنم. بگذار چقدر که 20 سال 25 سال خیلی فقط خرسنده است در تاجیکستان، 100 سال 1000 سالها در خاندان مردم تاجیک فقط خرسندی باشد. خرسندی میکنیم. آغاز کردیم با شعر استاد لایق وصی وطن
و شعر نازلی دارم. 6 تا بودم نیم شب که تک تک دروازه شد. با همین طور آغاز میکنیم، فرصت میکنیم. روزی وطن مبارک باشه. بیا دختر چوبان
که خیرامان بیا آفت داران بیا دختر چوپان برقصان برقصان بیا که خیرامان بیا آفت داران بیا دختر چوپان برقصان برقصان
عزیز تو عزیز تو عزیز و نازنین همه دنیای منی تو عزیز و نازنین همه دنیای من دلبری نازی محرمی رازی با دل عاشقی من یار نکن بازی یاری دل بازی شوخ و تنازی با دل عاشقی من یار نکن بازی با دل عاشقی من بیا نکن بازی سالی دراز تو ماری خم دردرم خم بوسیدنی شهد لبی دل برم سالی دراز تو ماری خم دردرم خم بوسیدنی شهد لبی دل برم نمیدانم که من گردی ولایت همه نمیدانم که من گردی ولایت همه دل دیوانه را تا به کجا میبرم دل دیوانه را تا به کجا میبرم چشمی مستت بمیرم عزیزم و تو برگی دستت بمیرم عزیزم و تو چشمی مستت بمیرم عزیزم و تو برگی دستت بمیرم عزیزم زیبا صدا کن شیرین ایمان کن گل من نفس پنهانی نگاه کن تو چشمی شوخی جادو تو بیتی تو ابرو میخوام برای شما مایل باشد آزاد خرسنده کنید مرحمت تنم آیان کردی زلفت پریشان کرد تنم
تشکر بیاندازم. من بار دیگر صمیمانه تبریک میکنم. بیزار همیشه در خاندان ما خوشبختی و خرسندی باشد، شادی ترین انداز باشد. یک شعری خیلی معروف است، استاد خطا نکنم شیخ حافظ میگن اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دیر ما را و خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. در جواب بسیار شاعران جواب میگن، ولی عزیزترین شاعری ما استاد زندیات استاد لایق میگند اگر حافظ تو میدیدی جمال دختر تاجیک برایش هدیه میکردی تمام روی دنیا را. زنده باشید، سلامت باشید دختران تاجیک، مادران تاجیک. و امروز ما یک ترانه آمادگی هستیم در همین مضمون، همین به ما الهام داد، همین ترانه به ما الهام داد. اگر بچه آماده باشند برای دختران تاجیک همه کسا خرسندی بکنیم. شون خجسته باشد اقبال تاجیک با پرواز نوین شهبال تاجیک. گر استقلالش استقبال دارد همایون باد استقلال. این وطن وطنی شماست. Tajikistan.
ساما منبری خورشید تابان یادگاری سود ساما خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان 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 از زرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان از زرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان مسکنی دل مسکنی جان دولتی من تاجیکستان 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 سرزمینی صاف تنها وقتی خود افروخت تنها مهربانی به وطنها دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک وقت و جشن آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان 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 دولتی من بار دیگر تمتنه‌های روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.